سلام، من فائزم و این اولین ویدیو یوتیوب منه. خیلی خوشحالم که بالاخره این ویدیو رو دارم ضبط میکنم. من به عنوان سوشال مدیا منیجر و تولید کننده محتوا سال هاست که دارم فعالیت میکنم و با برندهای کوچیک و بزرگ زیادی کار کردم. یه موضوعی که از خیلی از آدما شنیدم این بوده که اگه ما هم دوربین بهتری داشتیم، اگر که استودیو داشتیم، اگر فلان بک‌گراند رو داشتیم، اگر نور فلانی داشتیم و اینا، محتوای ما هم بهتر میشد و قطعا بهتر میفروختیم و خودشون با دیگران مقایسه میکنن. و این مسئله دلیلیه که من ویدیو اولم رو ساختم برای شما. من از شنیدن این جمله ها واقعا خسته شدم، به خاطر اینکه این مسئله باعث شده که خیلیا عقب بیفتن و فروشای میلیونی میلیاردی نداشته باشن. حالا ما از خیلیا شنیدیم که گفتن که نه، برندهای دیگه هم با همین امکانات کم شروع کردن، اما تا حالا شده کسی به ما نشون بده اینو؟ من اینجام که بهتون نشون بدم برندهای بزرگ با فروش‌های میلیونی چطوری تولید محتوا میکنن که شما هم ازشون یاد بگیرین و کارتون رو شروع بکنید و به موفقیت برسید. خب حالا قبل از اینکه بریم با هم پشت صحنه‌های تولید محتوا رو ببینیم، پشت صحنه اون عکس و ویدیوهای خوشگل رو ببینیم، دوست دارم که یه نمودار بهتون نشون بدم از روند فروش یکی از همین برندها و شما هم ببینید با چه امکاناتی میشه چقدر فروخت. وقتی یه نفر این راهو رفته، قطعا شما هم میتونید. با من همراه باشید. اول من میخوام تعداد سفارش هایی که همین الان بازه روی سایت بهتون نشون بدم. 328 تا سفارش همین الان روی سایت بازه و بریم ببینیم حالا مثلا هفته گذشته، اول ماه گذشته رو نگاه بکنیم. ماه گذشته حدود دقیقاً 1744 تا سفارش ثبت شده. نمودارش هم ببینید این شکلی بوده و هفته گذشته 482 تا سفارش ثبت شده. حالا بر اساس تاریخ میتونیم گزارش ببینیم که دقیقاً چند تا سفارش بوده. خب ببخشید اگه من توی دفتر نمیتونستم بلندتر صحبت بکنم، به خاطر اینکه حالت اوپن آفیسه و حالا همکارم اذیت میشدن. الان داریم میریم استودیو با هم. اونجا من بیشتر بهتون نشون میدم که روند تولید محتوا توی استودیو چه شکلیه و چه امکاناتی میشه عکسای خوشگل و با کیفیت برای اینستاگرام تولید کرد و به فروش رسید. خب الان ما توی استودیو هستیم. فروشایی که بهتون نشون دادم و حالا نمودارایی که بهتون نشون دادم، همه عکساش اینجا تولید شده. ما اینجا عکاسی‌ها رو انجام دادیم، ویدیوها رو گرفتیم و در نهایت به فروشی که نشونتون دادم رسیدیم. برای یکی از این برندهایی که من الان دارم پروژهشون کار میکنم و دوست داشتم که با شما به اشتراک بذارم. حالا من دوربین اونور میکنم، اونجا بهتون نشون میدم که چه چیزایی لازم داریم. این فضای کلی استودیو، اینجا انبار بوده که ما اومدیم از یه بخشش استفاده کردیم و اونو تبدیل به استودیو کردیم. چیزی که همه شما نیاز دارید این که یه گوشه، یه فضایی توی خونتون همتون شده ایجاد بکنید که بک سفید داشته باشه، یه پارکتی، فرشی، موکت، چیزی داشته باشه که بتونید اینجا استایل بزنید. و اینی که دارم میگم برای همه محصولات حوزه پوشاک و خیلی از محصولات دیگه هم قابل اجراست. یه نور پنجره نیاز دارید که اگه پنجره‌تون خب نورش بیشتر باشه برای شما خیلی بهتره. اگر که نه، حالا یکی از این نورا هم داشته باشید براتون کافیه. اگر که پوشاک، حوزه پوشاک کار میکنید، یه رگال این شکلی لازم دارید و یا میزی که بتونید توش تولید محتوا بکنید. همین. و در نهایت یه عالمه خروجی خوب میتونید داشته باشید و عکسای قشنگی بگیرید. ببینید فروشایی که این روزا اتفاق میفته از روی صداقته. برندهای بزرگ اینو فهمیدن، دنبال این نیستن که تجهیزاتشون رو به رخ مخاطب بکشونن. دارن سعی میکنن که با همین امکانات کم و بهترین شکل عکاسی و ادیت به مخاطب چیزی که واقعا هست رو نشون بدن و همینش موجب اعتماد سازی برای مخاطب میشه. چرا؟ چون که محتوایی که با گوشی
در واقع پست شده باشه، با گوشی گرفته شده، قطعا توش ادیت زیادی انجام نشده، قطعا اون محصول خود واقعیشه. به خاطر همین خیلی از برندها، حتی برندهای آرایشی بزرگ مثل رود، مثل ریر بیوتی، اینا همشون علاوه بر این که با دوربینای خیلی با کیفیت و تدوین‌های حرفه‌ای محصولاتشون رو عرضه میکنن، با گوشی هم اگر دقت کرده باشید خیلی تولید محتوا میکنن. مخاطب امروز دنبال صداقته. حالا اگه شما هم دوست دارید که از یه اتاق با امکانات ساده شروع کنید و دوست دارید بدونید که چجوری شروع کنید، حتما بهم بگید. خیلی دوستتون دارم. بای.